بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. وای بر کمفروشان، آنان که چون از مردم کیل پیمانه میستانند آن را به پرگی میگیرند. و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون. و چون برای مردم پیمانه میپیمایند یا بر میکشند یا از آن کم میکنند. الا یظن اولئک انهم مبعوثون. آیا آنها نمیدانند که هر آینه آنها زنده میشوند؟ لیوم عظیم. در آن روز بزرگ. یوم یقوم الناس لرب العالمین. روزی که مردم در پیشگاه پروردگار جهانیان می ایستند. کلا این کتاب الفجار لفی سجین. نه چنین است که می پندارند هر آینه اعمال بدکاران نوشته شده در سجین است. و ما ادراک ما سجین. تو چی می دانی که سجین چیست؟ کتاب مرقوم. کتاب است نوشته شده. ویل یومئذ للمکذبین. در آن روز وای بر تکذیب کنندگان. الذین یکذبون بیوم الدین. آنان که روز جزا را دروغ می حسابند. و ما یکذب به الا کل معتد اثیم. و آن روز را فقط از حد گذرنده گناهکار دروغ می حسابد. اذا تتلى علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین. چون آیات ما بر او خوانده شد گفت افسانه های پیشینیان است. کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. نه چنین است که می پندارند بلکه به سبب کارهایی که کرده بودند دلهایشان زنگ بسته است. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نه چنین است که می پندارند هر آینه آنها در آن روز از دیدار پروردگارشان محروم باشند. ثم إنهم لصال الجحیم. پس آنها به جهنم درآیند. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. و آنها را گویند این از آنچه دروغ می شماریدید. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. نه چنین است که می پندارند هر آینه اعمال نیکان در علیین مکتوب است. و ما ادراک ما علیون. و تو چی می دانی که علیین چیست؟ کتاب مرقوم
يشهده المقربون کتاب است نوشته شده که مقربین خداوند آن را مشاهده می کنند. إن الأبرار لفي نعيم البته نیکان در نعمتند. على الأرائك ينظرون بر تخت ها تکیه زده اند و می نگرند. تعرف في وجوههم نظرة النعيم بر چهره هایشان تراوت نعمت را می شناسی. يسقون من رحيق مختوم از شراب خالص که بر سر آن مهر نهاده اند سیراب می شوند. ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون مهر آن از مشک است و پیش دست کنندگان در آن بر یکدیگر پیش دستی می کنند. ومزاجه من تسنيم آمیزه آن تسنیم است. عينا يشرب بها المقربون چشمه است که مقربان نزدیکان درگاه خداوند از آن می آشامند. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون هر آینه گناهکاران بر مؤمنان در دنیا می خندیدند. وإذا مروا بهم يتغامزون و چون بر آنها می گذشتند با چشم و ابرو اشاره مسخره می کردند. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين و چون نزد اهلشان برمیگشتند شادمانه برمیگشتند. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون و چون آنان را می دیدند می گفتند که آنها هر آینه گمراهانند. وما أرسلوا عليهم حافظين و حالان که آنان را به نگاهبانی و محافظت اعمال مؤمنان نفرستاده بودند. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون و امروز مؤمنان بر کافران میخندند. على الأرائك ينظرون بر تخت ها تکیه زده اند و می نگرند. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون آیا کافران برابر اعمالشان جزا یافتند؟